قربان طبق اطلاعاتی که دریافت کردیم یه جور هیولا سواره کشتی شده. صبر کن، اون یه هیولا نیست، اون یه مرده که لباس اپولدار پوشیده. اینجا فقط یه برتبهکاره که لباسای خزه دهه 60 رو میپوشه. بالتازار برات الماس 2 پوند داخل اون کشتیه. میخوام هر مأموری که توی اون منطقه است فوراً به محل اعزام بشه. ما هیچی نشده رسیدیم. مأمورین گروسی به سرعت نزدیک میشن. بله. چی بله ها؟ اسممونو چی گفتی؟ گروسی میدونی ترکیب گروه لوسی. امتحان کن. ازش خوشم میاد ولی نه خیلی. ازش خوشم نمیاد. بیاره کرد بایسته بچه. نمدی بازم گیر کردی گروه. داره در میره. خیال خامه. فکر نکنم بتونیم موفق شیم گروه. چرا میشیم؟ ما موفق میشیم. که هی نشدیم. آماده باش. آماده چی باش؟ هی چطوری؟ حالتون خوبی؟ شما خیلی بامزه‌این. برو بگیرش گروه. سلام دگو. سر از سفر زندگی چجوری پیش میره؟ از بدترین خلافکار دنیا به بدترین مأمور دنیا. بس که دلغکی باید بری تو تلویزیون. البته بودی ولی بعد شوتت کردن بیرون. وای چطوری؟ دست این دخترم. برم تو طرف نشده. از اینا ندونه تو رنگه با من به جنگه. تیم آلفا الماس جاش امنه. یا این محموله رو تحویل بگیرید. دریافت شد. تیم آلفا در حال نزدیک شدن به محل. بگو این چنبی میره فکر کردی منو زدی زمین. به میگن رول بازی کردن شونه. هنو مثل اون موقع این کاره. خشتکم. من پسر بعد کی بودم؟ مادر به دادم برسیم. این آخر بازی نیست گروه. شرفته من و تو با هم خیلی کار داره. چونه تو فعلا که الماس هم نتونستی بگیری. تولدت مبارک. تولدت مبارک. هی بریم تو گراج. من پلشت
قسمت سوم.